موضوع امروزه ما درباره روح و سفر آن بعد از مرگ انسان است. ما مختاریم که انسان پس از مرگ به زیر خاک رفته، روحش به دنیای برزخ برای حساب و کتاب اعمال خوب و بدش می رود و همچنین می دانیم که انسان تنها یک بار زندگی می کند و پس از مرگ زندگی این دنیا به آخر می رسد. اما بعضی داستان‌هایی می شنویم که ما را وادار به فکر کردن می کند. مثلا موضوع این ویدیوی ما درباره دخترکی به نام دهمت است. او سال 1998 در شهر انتاکیا در ترکیه به دنیا آمده است. وقتی او شروع به سخن گفتن میکند میگوید که 2 مادر دارد و قبل از این با مادر دیگرش زندگی میکرده است. اول سخنهای او را زیرکی‌های کودکانه پنداشته به او اهمیت نمیدادند، اما این کودک دائما درباره زندگی گذشته‌اش تعریف میکرده است. یک روز هنگام تعریف گذشته‌اش مادرش از او میپرسد نام مادرت در زندگی پیشینه چی بود؟ او میگوید که نام مادرم لینیا بود و کسب او دوزندگی بود. مادرش حیرت زده می شود چون که دوزنده به نام لینیا را میشناخته است. در نتیجه سوالهای بیشتر میپرسد و جوابهای حیرت آور دیگر میشنود. مادرش میپرسد که آیا خواهر یا برادر دیگری داشتی؟ دهمت میگوید که آره، یک خواهر داشتیم که نامش ایفا بود. ما یک جای در ماشین نشسته بودیم که ناگهان تصادف کردیم و من همان وقت از دنیا رفتم. واقعا حیرت آور بود که این کودک 4 ساله تمام جزئیات آن تصادف وحشتناک را تعریف میکرد. مادر دهمت وقتی این داستان را از زبان دخترش میشنود و کفت و کو سر کرده به نزد آن زنی دوزنده که نامش لینیا بود میرود. با او صحبت کرده داستان زندگیش را میپرسد و معلوم میشود که این زن 2 دختر داشته است که یکی از آنها به نام اترا سال 1998 در یک تصادف وحشتناک از دنیا می رود. این داستان و سخنان دهمت همه را مات و محبود می کند و خبر در همه جا پهن می شود تا جایی که به گوشی رسانه های خبری می رسد. گروه کارشناسان عاید به موضوع تولد دوباره یکی از کارشناسان خود دکتر یورگن کوی را برای بررسی این موضوع به ترکیه می فرستند. این کارشناس به خانه دهمت رفته همه داستان را از او پرسیده در دفترش می نویسد. سپس به خانه آن زن دوزنده رفته درباره دختری فوتیده اش پرسجو می کند و تصمیم می گیرد که خواهر آن دختری فوت شده را با دهمت روبرو کند. این 2 دختر همدیگر را هیچگاه ندیده بودند و همدیگر را اصلا نمی شناختند. درباره این واخوری به خانواده دهمت چیزی نمی گوید و با همراهی ایفا به خانه آنها می رود. هنگام دیدن ایفا حالت عجیبی را در دهمت مشاهده می‌کند که نگاهش را از ایفا نمی‌کند. بین این 2 نفر حالت خاصی حکم فرما می‌شود و گفته ایفا گویا او خواهر مرده اش را در چشمان این کودک دیده است. دکتر یورگن کای میگوید که هرچند این داستان بعضی کمبودی‌ها دارد، اما با سنجیدن این اتفاقات میتوان به موضوع تولد دوباره باور کرد. دنیای عجیب است. چگونه یک کودک 4 ساله درباره مکان و زمان تصادف یک شخص دیگر معلومات می‌دهد، حال آنکه او را نمی‌شناخته است. و همچنین یک اتفاق دیگر همان که سالی که اترا می‌فوتد دهمت تولد می‌شود. حال اگر مرگ پایان زندگی باشد، پس تولد دوباره و به یاد آوردن زندگی پیشین را چگونه باید درک کنیم؟ نظر شما درباره این موضوع چیست؟ فکر خود را در کامنتاری نویسید. ویدیوهای جالب دیگر ما را در پیش است.